در جهت من یک انسان کوچک ایرانی هستم، معتقد به این که آزادگی سرمشق بشر باید باشد. ما امتداد صداهای ماندگاریم. از آستانه فصلی سرد تا تقلای فهم آزادی بشر. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می‌گرید چون دل من که چنین خونالود، هر دم از دیده فرو می‌ریزد. ما همان نسل ارغوانی هستیم که هر بار بهار با عزای دل ما می‌آید، ولی خزان نشدیم و نپژمردیم. انتظار کشیدیم و سنگ شدیم، ولی گلی را نرنجاندیم. ما صدای پناهی ها هستیم که در بلبشوی زندگی پناهمان شده. عشق را چگونه می شود نوشت در گذر این لحظات پرشتاب شبانه که به غفلت آن سوال بی جواب گذشت. دیگر حتی فرصت و دروغم برایم باقی نمانده است. صدای آنهاست که هویت ما را ساخته است و از گذشته تا کنون روشنگر راه ماست. صدای ما را از رادیو حسیر میشنوید. در هر کجای دنیا که هستید حسیری پهن کنید، بنشینید و بند دلتان را با تارها و پودهای اصیل و کهنه آن پیوند بزنید.